کرد که می آیتی که الله سبحانه و تعالی میگه و من یتوکل علی الله فهو حسبه، همین یقینا قبول کنه یگان چه برای ضرر رسوندن نمیتونه. صدقا که الله در قرآن میگه هر کسی که میگه تکیه به من بکنه، توکلش به من بکنه، او را یگان چیز ضرر رسوندن نمیتونه. برای بسنده های مثال عادی بگیریم، در یک رایون زندگی میکنیم، یک چسکوی میگه که در این رایون هیچ که رقم نمیته، دیگه به دکومنت خیلی فرام میگردیم همین خیلی. اما الله سبحانه و تعالی میگه و من یتوکل علی الله، میگه هر شخصیتی که تکیه به الله میکنه، توکل به الله میکنه، برای بسنده های، برای مشکلی ها. آیت قرآن دیگه الله چی میگه؟ کسی که مشکلی داره، کسی که پرابلم داره، کسی که قرض داره، کسی که مشقتی داره، کسی که جنگ جنجال دیگه و دیگه هر مشکلاتی که داره در زندگیش، الله میفرماید که و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کسی که میگه تقوا میکنه، هر کسی که پرهیزکاری میکنه، هر کسی که الله را پرستش میکنه، هر کسی که نماز میخونه، هر کسی که تهجد میخونه، هر کسی که تلاوت قرآن میکنه، هر کسی که ذکر میگه، مثلا همه کارهایی که در اون ریزگی الله سبحانه و تعالی، الله میگه اور از تمام مشکل ما رو بیرون میکنم. به مثل که در یک خانه هستیم نمیدونیم از کجا ببریم، از یک جایی که در پیدا میشه میبریم مستحق. الله سبحانه و تعالی هم خیلی میکنه در حالتی که مشکلی داشته باشیم، اگر که ما تکیه به الله بکنیم و الله رو پرستش بکنیم. مثلا بیماری سحر و جادوی، جن شیاطینی، گفتی که با هر بیماری که از بیماری فلج، بیماری سردرد، بیماری استمرار، هر چیزی که هست، انسان از الله سبحانه و تعالی طلب کنه، الله سبحانه و تعالی شفاش میده. حتی بعضی انسان ها هستن که گفتی که با بیماری باید اپراسیون کنن، لیکن از الله سبحانه و تعالی طلب دعا میکنه، صدقا الله سبحانه و تعالی دعاش قبول میکنه و انسان اپراسیون میکنن. و خاطر هر یک از این ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم. ساحری که جادوگری که زیدی گفته خدا و رسول خدا کار میکرد، آیت قرآن درد میداد، آیت قرآن کتی گفتی که نعوذ بالله در زیر پاش میموند، مثلا حاجت میرفت، آیت که فهمید خطاگی خود را اقرار کرد و توبه کرد که الله میگه توبوا الی الله توبه نصوحا، یعنی توبه کنین به سوی پروردگار، توبه صدقانه، توبه نصوح، توبه که با سوی گناه بر نمیگردیم. هر یک از این ما و شما اگر در رکعت نماز مخیر بخونیم و توبه کنیم، الله سبحانه و تعالی قبول میکنه. الله میگه فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، الله مبدل میگردونه همه گناه ها را به حسنات. سیئاتهم حسنات یعنی گناه هاشون الله مبدل به عمل های خوب میگردونه. مثال عادی بگیریم، اگر 100,000 روبل قرضدار باشیم، یک عمل خوب میکنیم که با هم 100,000 منا میبخشن، با 100,000 دیمون میتن، چقدر خرسان میشیم در کار دنیا. انا فکر الله سبحانه و تعالی نامه اعمال خیری ما و شما هم خیلی میگردونه. اگر که ما توبه کنیم، اگر که ما گفتیم با بگردیم به سوی پروردگار که الله میگه اتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، مثلا درس از اون روزی که برمیگردیم به سوی پروردگار. خیلی که ما تاجیکستان بریم، هر جایی که برای هست کجایی که باشه، مثلا تاجیکستان گفتی که با ازبکستان جایی که هستیم، برمیگردیم به سوی وطن، با همراه خودمون میگیریم توفا، میگیریم پول، میگیریم بارچی، ما اومدیم جا کار مطلب ما بریم. لیکن در دنیا هم میخیریم باید ما و شما یعنی توشه نیکی خوب زیاد داشته باشیم، عمل های صالح زیاد داشته باشیم که روز قیامت با همراه خود چی میبریم که الله او روز میگه که اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، بخون میگه کتابتی که در دنیا کتابت کرده بودی، چه عمل هایی کرده بودی در اون کتاب نوشته میشه. اون خاطر باید هر یک از ما و شما یعنی مقایسه کنیم عمل های خوب مونه و عمل های بد مونه. و مثلا بچه خاطر مثلا رقیه شرعیه تا 3 دقیقه هایده، مثلا سوره فاتحه، قل الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، الله سبحانه و تعالی شفا میده. لیک 1 ساعت، 1.5 ساعت، 2 ساعت، 5 ساعت گاه وقت میشه میخوریم، جین نمیبره بدنش. علیکم السلام. جین از بدن اون بیمار نمیبره. بچه خاطر به خاطر که بیمار خودش کوشش نمیکنه، بیمار تکیه به الله نمیکنه، تکیه به همون انسان رقیه خان میکنه، الله شفاش نمیده هیچ گاه. انسان باید تکیه به الله بکنه، نه به یگان ملا، نه به یگان قاری، نه به یگان نیشان، نه به یگان دیگه و دیگری. فقط الله شفا را میده و هر انسانی که رقیه میخونه اونا سبب شده میتونه. و انسان میتونه که پیش هم رقیه خانا را نروه و خودش که کوشش کنه. مثلا موز اگر 1 ساعت بخونم، همون انسان بیمار خودش نیم ساعت بخونه، نیم ساعت خوندگی وای
100 مرتبه این خوندگی ما بالاتره و بهتره که خودش کوشش کرد که الله در قرآن میفرماید که ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا میگه در یگان قوم، در یگان بشریت، در یگان انسانیت تغییراتی نمیده تا اینکه همون قوم، همون انسان، همون خودش حرکت نکنه و کوشش نکنه. مثلا خواندن مولا، خواندن خوری، خواندن ایشان، خواندن داملا، هر کسی که باشه مدت 10 دقیقه 20 دقیقه یا ساعت نیم ساعت دیگه نیکی با قیم داخل تنها میمونی، باید خودی که کوشش کنی. ایمان باید انسان خودش باید بقوت بکنه. چه خیلی که ما در ترینیروفکا ترینر وقتی که با میگه زدت میگه کیم کارا بکنم میره باید خودش انسان وقتی که باز پرسمن کوشش میکنه. همین خیلی ما و شما باید خودمون در وقتی که با در ایمان خودمون کار کنیم. یه روز 5 وقت نماز خوندیم الحمدلله، باید چیکار کنیم؟ دپالنی تلی نماز نافله، تلاوت قرآن، نماز شب، نماز سری افطار، نماز ضحی، دیگه با اذکار صبح و شام، دیگر اذکارها، دیگر ذکرها. بچندی که زیاد که گفتیم ایمان هم قدر بقوت میشه. خیلی ترینیروف که بچندی که زیاد مشق کرده هم قدر جسمانی بقوت میشه، هم قدر باید ما و شما ایمان بقوت کنیم. تو اینکه گفتیم سوره فاتحه بعضی خواهرهای مسلمان هستن ماشاءالله که بگیم 3 دقیقه 4 دقیقه میخونیش جین درگاه میداره، میگه آیت الکرسی بخوان میبرم. میگه چه خاطر مثلا تیز میبره؟ میگه خواهر مسلمان مثلا نمیشه ایران زده. چی قدر که میگه ما کوشش کنیم نمیشه. یا عمر به ذکر و عبادت الله ما حرکت میکنیم، میگه به سحر و جادو به سبب سحر و جادو درآمدیم که میره از راه بزنیم، میگه نمیتونیم. از عبادت الله دور میشه. با اون خاطر میگه جای ما اینجا نیست، ما میبریم از بدنی. یعنی همون زن نه که الله ببین چی میگه الرجال قوامون علی النساء، یعنی الله میگه اون مردها را بقوتتر گردونده نسبت زنها. یکی زنها که ضعیف هستن، یکی بزم ضعیفیشون بزم اونه که کسل حیض میشن که نمیتونن چیکار، شیطان زورشون میاره، یکی کوشش میکنن شیطان زور میارن. اما ما مرد هیم دعوای مردی میکنیم، یکی متاسفانه از زنها را ضعیفتر شده هستیم. الله میگه شما بقوت هستین، ما میگیم نه ما ضعیفیم. بسیار انده مثلا دم جمعه باز بشدم بینمون 5-6 آدم نماز بخونم با خیمودمون نخونیم. یعنی روز قیامت اول از نماز پرسون میکنن. یعنی روز خونه که برای خونه پل میگن پل داری؟ نیکی در قبر پل نمیپرسن. خونه میره زن میگه پل آوردی؟ الله میگه روز که یوم لا ینفع مال ولا بنون، الله میگه او روز شما را یاردم نمیکنه، نه ملک و مال شما نه فرزندهای شما. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسانی که نزد پروردگار برگشتن به دل پاک. به دل پاکی که در اون کبر و غرور بود، نه حسد بود، نه کینه بود. به دلی که پاک بود که در اون عبادت الله بود، در دلی که نماز بود، در دلی که قرآن بود، در دلی که گفتی با اذکار بود، ذکر یاد عبادت الله بود. مگر اون انسان ها ضرر دیده نیستن. الا من اتى الله بقلب سلیم. الله در دوام آیت قرآن میگه و ازلفت الجنة للمتقین، یعنی جنت را الله سبحانه و تعالی آماده کرده است برای انسانانی اهل تقوا، انسانانی که پرهیزکار هستند، انسانانی که تقوا دارن. وای به حالی که و برزت الجحیم للغاوین، وای به حال انسانانی که گمراه شده هستند، دور شده هستند، در غفلت رفته هستند که جحیم اونها را انتظار است. یعنی آتش جهنم. آتش جهنم چه خیلی که برای اهل جنت را آماده کرد، برای اهل تقوا، برای اهل پرهیزگاران چه خیلی که الله سبحانه و تعالی جنت را آماده کرد، همین گونه الله سبحانه و تعالی آتش جهنم آماده کرده برای انسانانی که گمراه شده هستند، انسانانی که نماز نمیخوانند، انسانانی که عبادت الله دور هستند، انسانانی که از قرائت قرآن دور هستند، انسانانی گفته که با احترامی نسبت پدر و مادر، دیگه و دیگه مسئله های زیاد هستند. یعنی برای اون گونه انسان ها آتش جهنم آماده. چه خیلی که ما بگیم گناه کردیم جزاش هم میگیریم در ترمه، همین خیلی که عبادت الله که نکردیم در آخرت جزاش هم میگیریم. با خاطر هر کجایی که باشیم، اگر که فورمون برکت، فورمون گفتی که با سلامتی، فورمون جین شیاطین ضرر من نرسونه، فورمون که اگر که بگیم که کار میکنیم دست روی کار، هر کجایی که باشه کیدت من نکنه، الله باید دور نشیم. الله میگه نسوا الله فنسیهم،
هر کسی که الله سبحانه و تعالی رو فراموش کرد الله او را هم فراموش میکنه. الله که فراموش کرد گرد اطراف ما و شما جن شیاطین میشوه. یعنی اکثریتی که میگیم مردم سحر و جادو ضررش میرسانه از سبب اونه که الله دوره. اگر که ما چقدر به الله سبحانه و تعالی نزدیک شیم جن شیاطین نزدیک شده نمیتونه. وقتی که ساحر بگیم جن میدر روان میکنه، انسان که اگر به عبادت الله سبحانه و تعالی باشه ای دوری میبینش نزدیک میاد نمیشنه و انسان نمیبینه. برای چی گیرد اطرافی باید پری ملائکه های. بعد از آن جن بگیم مری دروی میکنه، جنی که با بقوت تر است او را روان میکنه. او ای دوری میشنوش هم میبینش، نزدیک میاد میشنوش نمیبینش. برای چی گیرد اطراف پری ملائکه های. سیم که روان میکنه جن افریط، همه جنی بگیم کلان بقوت او را روان میکنه که کلان سال هستن اونها. جن افریط نزدش میاد هم میبینه هم میشنه که نزدیک شده نمیتونه، به خاطر گیرد اطراف پری ملائکه های. الله او را محافظه میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه من صلی صلات الصبح و فی ذمه الله، هر کسی که نماز بامداد را خوان او در ذمه خداونده. خدا او را به عهده میگیره که یگان چه او را ضرر رسانده نمیتونه. اگر هر یک از ما و شما همه خیلی کوشش کنیم نماز بامداد را خوندیم، بعد نماز بامداد گفتیم سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته 3 مرتبه تا نماز پیشین یگان چه ضرر رسانده نمیتونه. یا اینکه بگیم لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرتبه بگیریم تا نماز شام تا بگاه یگان چیز ضرر رسانده نمیتونه. اگر که بگاه با گفتیم تا نماز بامداد را یگان چیز ضرر رسانده نمیتونه. یعنی هر همین چیزا رو پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای هر یک از ما و شما تعلیم داده. بسیاری دعا هستن، مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. همین دعاها را اگر که ما و شما ازیاد کنیم، برای فرزندهای خود تعلیم بدیم، برای زن خود، برای مادر خود، برای پدر خود، ان شاء الله که جامعه آباد میشه. همچنین شیاطین ضررشون رسونده نمیتونن. و دیگه با شعر در کوشش ازیاد میکنیم، بعد در کوشش ازیاد میکنیم، چیزی که فرامون میکنیم. زبان خطایی گفت که با در کوشش ازیاد میکنیم، انگلیسی. اما سوره فتحه را پرسیم اکثریتمون برای غلط میخونیم که نمیخونیم که بگیم که دو خطا نیست. اگر که محبت داشته باشیم در همون چیز، چه خیلی کازم میگه الحمدلله الله دوست میداره محبت، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دوست میداره محبت داریم به دین اسلام، دیگه اسلام بوی نمیبریم. به غیر روز جمعه بخیریم که وقتها مسجد نمیریم، الا هم نماز جمعه میریم تا قدر هم میخونیم میشه تیز میگردم بیاییم. اون خاطر چه خیلی که مردم ترنیروفکا میرون ماش 3 ساعت 4 ساعت. همین حالت ها را مگر که ما در مسجد استفاده بریم در مسجد با همراه امام بشینیم، در صحبت اهل علم بشینیم، بخیزیم نماز شب بخونیم، نماز تهجد بخونیم، و والله که نه جن نه شیطان نزدیک شده نمیتونه. الله در قرآن میگه و ما هم بضارین الا باذنه، اونا یگان چیز ضرر رسانده نمیتونه که الله اجازه چون نده. الله در کدام حالت اجازه میده که از الله ما دور شدیم. از الله که دور شدیم الله ما را فراموش میکنه. فراموش کرد جن شیاطین نزدیک میشه. اون خاطر انسان اول تکیه به الله سبحانه و تعالی میکنه. پیش گفتی اپو پیش اونی که پیش یگان جن خون برای انسان باید خودش کوشش کنه که یعنی همون جن که برآمد انسان باید عبادت الله بکنه. همون که برآمد دیگه برگشتن نتونه. باید برمیگرده. مثلا انسان میزنه میخونه 1 ساعت 2 ساعت میخونه جنش میبره، این انسان که عبادت الله دوره همین خونه که برآمد گفت گفت داستان که جن بود ایروش میکنه و میداره. برای چی؟ برای ایمان ضعیفه. ایمان گفتی که پولف داره ابراد نمیداره. هر چیزی که در دست خودمونه انشالله که کوشش کردیم الله میسر موفق من میگردونه. خب انشالله چما رو پوشینه الله سبحانه و تعالی شفای کنه و عجل کنه. ها؟ پوستاش میکنه چی میگه رنگی کرونا برواردگی بسیار دامنه خونم دکتر نشون داده میگه هیچ نیست. من یکون چی نمیفهم راستیش. من نمیفهم ای دیدن و خیال زدن. اینو ببینیم ده. باید اکم برواردگی بودم که خونه رو دیم نشد. اینجا برواردگی نمیدونم. این پوچکوش هم خیلی برواردگی. ای چی میشه و ای خون اینفکسی خون. نشون دادم فراش همش تازه. خیلی حجامش بگه انشالله. حجامه تازه میکنه انشالله.